میدونی زنم راستی گفت همه کار میرم مونده میشم خسته میشم خیلی کار هم میدونی که وزنی یکی میام همین خونه همین خنده ایتره میبینم همین تبسم ایتره میبینم همین چهره نورانی ایتره میبینم زنک باور که قبل گوشت میگیرم همین کاری ما زحمتی ما موندگی و خستگی ما همش طرف میشه زنک. نسرین تا چخیر مردک جان؟ نسرین بهترین خوبترین نسترین وقتی که من ترا میام میبینم آخه عشق ما زندگی ما چه نسرین ما بد باشه حالی ما چه خیره باشه خدا دایم خوب باشه مردک جان. میدونید چه امروز صاحب خانه آمده بود گفت سوم اجاره رو دهید یک روز مهلت داد میگوید اگر نمیدین خونه رو خالی کنید. و سر پول اجارهش اومده بود. خدا 1500 سومون دادگی بودم زنک 800 سومون دیگهش موندگی 10300 سومونی های خیلی حرکت میکنم کوشش میکنم که بسپارم زنک. میدونی زنک جان راستی گفت بعضا وقت خودم ایزا میکشم شهر رو میبرم به خاطر چی؟ به خاطر هم که من با مثل دیگر مردا حداقل یک کلبه ویرانه یک خونه شخصی ندارم زنک. اجاره با اجاره تر همراه خودم سرگردان کرده گشتم زنک. باور که بخششی زیاد که من این قدر تر فهم دادم این قدر تر شریکی غم درد خودم شریکی کم بغلی خودم کردم زنک. بخشش نه مردک جان این طور نگویی چون که میگویند صبر کنی از غوره حلا میپزد. من از اول با همه ریخت و کمبودی و مشکلی های زندگی شما رو قبول کردم همیشه در براتونم و میبینم که شما برای بهبودی زندگی ما کوشش کرده ایستاده این حرکت دارین هر کاری که میکنین برای زندگی من است برای من است برای همیشه من باوری دارم که بهتر میشه و زندگی ما شما زیر نشوید شکری بودنتون مهم که در برم هستی و ما همیشه در کنارتونم. نمیدونم دستم جانم شده بهترین ایته باور که هزار رحمت برای بدنه خودت میسوزه برم جان یک گفتمش بگی فیلمی مذکور دوام دارد. برای دوامش دیدن در کانال подписаться کنید. در نهار یک دانه لایک بذارید و در کامنتария دوام نویسید.